به نام خداوند بینش فراز، جهان داور آفرینش فراز. آرامش ابدی حضرت امام مستدام و بر مقام معظم رهبری درود و سلام باد. درود به روان پاک پیشکسوتان علم و اندیشه و آزادی و هنر دیار کرمانشاهان، از بیدل تا بیدار بهزاد و از کلهر تا کیوان و نجومی. تشریف فرمایی حضرت عالی را به خاک علم و عشق و عرفان خیر مقدم عرض می کنم. کرمانشاه از دیرباز سینه ستبر ایران و در هر حادثه ای اولین نقطه ای بوده است که با تمام وجود کیفیت وقایع تاریخی، فرهنگی، نظامی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را دریافته است. کرمانشاه در یک کلام پایگاه خدمات متقابل ایران و اسلام است. کرمانشاه با سند دخمه اسحقوند مادها را و با کتیبه بیستون هخامنشیان را بیاد دارد. پادشاهان ساسانی تا زمان نرسی نقوش را بر صخره‌های حوالی تخت جمشید نقر می‌کردند. از عصر اردشیر دوم و جانشینان او تاقبستان به سبب ویژگی طبیعی و نزدیکی به تیزفون به پایتخت تابستانی آنها تبدیل شد. دامنه تأثیر آثار باستانی کرمانشاه از چین تا اقیانوس اطلس را در بر میگیرد. هر جا اسلام رفت این تأثیرات را با خود برد. حوزه فرهنگی کرمانشاهان قلمروی از تیزفون تا حکمتانه را در بر میگیرد. با ظهور اسلام نخستین نماز جمعه در خاک ایران روز جمعه ماه صفر سال 16 هجری در تیزفون ادا شد و امرای اسلام در اثبات حسن نیت خود قباد خراسانی را با لشکر الحمرا سرخرویان به مرزبانی جلولا و قصر شیرین برگزیدند، یعنی اداره امور را به مردم واگذار کردند. در دوره خلفای راشدین و امویان کرمانشاه جزء ماءالکوفه محسوب شد. در دوره عباسیان مرکز ییلاقی خلفای عباسی و دینور در جوار کرمانشاه دانشگاه بزرگ جهان اسلام و مدرسه تربیت دین مردان و سیاستمداران دستگاه امپراتوری اسلامی در بغداد بود. در انقراض عباسیان و حمله مغول تا مدتها ویران و سپس از توابع قلمرو علی شکر و همدان شد و تا حد مزرعی نزول کرد تا در عصر صفویه با عنایت شیخ علی خان زنگنه کرمانشاهی وزیر اعظم خیراندیش و متقی و نیکنهاد صفویه که نخستین بانی موقوفات خیریه این مرزبوم و کاروانسراهای راه اتباط عالیات است، شهریت کنونی کرمانشاه آغاز گردید. به همین سبب کرمانشاه پس از آستان مقدس حضرت سامن الحجج در وقف جایگاه دوم را در ایران دارد. به نوشته ابن کثیر در البدایه و النهایه، چون آل بویه در 353 هجری قمری سوگواری خامس آل عبا را از بغداد آغاز کردند، در کرمانشاه با آداب و رسوم این مردم درآمیخت و سپس به سایر نقاط ایران راه یافت. مردم کرمانشاه قرنها فی سبیل الله میزبان زائران کربلای معلا بوده و گاه برای کسب این افتخار در اصرار برادر بر برادر تیغ میکشیدند. در کرمانشاه برادران سنی شافعی نزدیکترین مکتب فقهی به مکتب شیعه امامیه اثناعشریه با پیشینه علمی و عرفانی دانشگاه بزرگ دینور و بقاع متبرکه و طرائق قادریه و نقشبندیه که پیشروان و مبلغین آراء ائمه و اهل بیت هستند، در کنار برادران شیعی و علویان اهل حق و متصوفین نعمت اللهیه و خاکساریه و بازماندگان شیخیه و اقلیت‌های دینی کلیمی و مسیحی از کاتولیک و پروتستان و پنتیکاستی و آشوری و ارامنه گریگوری در طی قرنها در کمال مهر و محبت زندگی کردند. ایلات و عشایر کرمانشاهان از زنگنه و وند و کلهر و اورامان و گوران و جاف و سنجابی در روند تاریخی همواره بازوی نظامی ایران و اسلام و از عهد ما تا جنگ‌های ایران و روس و نهضت مشروطیت و جنگ‌های جهانی اول و دوم و 8 سال جنگ تحمیلی صد پولادین
دشمن شکن و حافظ خدمات متقابل ایران و اسلام بودند. کرمانشاه را مورخین و مستشرقین به اعتبار سه ویژگی منحصر هندوستان صغیر گفتند: اول حضور آرا و عقاید مختلف، دوم تنوع آب و هوایی و موجود 4 فصل و سوم سیر تطور آثار باستانی و تاریخی. کرمانشاه بالاترین تعداد آثار باستانی و تاریخی و اماکن مذهبی نهله‌ها از ارس تا اروند را در نزدیکترین فاصله به جاده اصلی دارد که به ثبت یونسکو و سازمان آثار ملی رسیده است. جاده ابریشم و شاهراه بزرگ خراسان که بغداد را به ماوراءالنهر پیوند می‌دهد از کرمانشاه می‌گذرد که به قول هرتزفلد در این معبر دروازه آسیاست. کرمانشاه به سبب چشمه‌های متعدد آب شیرین و پرورش اسبان اصیل و خاک حاصلخیز از دیرباز سرزمین متبرک اندیشه های کهن بوده، تا جایی که یونانیان قدیم ماهیده‌اش را زادگاه دیونیسوس می دانستند و امروز علویان اهل حق، قزلباشان، بکتاشیان و شبکان و بجوران و گروه های علوی سلاسل جهان از هند تا اروپا با جمعیتی قریب 30 میلیون نفر هر ساله تعداد چشمگیری برای زیارت اعتاب مقدسه اورامان و گربان و دالاهو و کرند به این استان روی می آورند. در کرمانشاه جاذبه‌های طبیعی، تالاب‌های منحصر و غارهای دیدنی با مقام برتر آسیایی، موزه‌های باستانی و طبیعی و زندگی کوچه عشایر که هنوز به مدرنیسم روی خوش نشان نداده بیشترین میزان توریسم جهانی را متوجه خود کرده است. کرمانشاه مرکز اصلی هنر آیینی موسیقی باستانی تنبور است. کرمانشاه زادگاه ادبیات منظوم و منصوم کردی تا اواخر قرن 18 میلادی است و سرآغاز ادبیات کردی در ایران، عراق، سوریه و ترکیه و ادبیات کردی کرمانشاه اورامیلکی برمیگردد که جزء لاینفک زبان پهلوی و پشتوانه زبان فارسی است. کرمانشاه از دوره مشروطیت پس از تهران و تبریز جزء نخستین پایگاهی آزادی خواهان بوده و پیش از رفرم پهلوی اول دارای چاپخانه، روزنامه، تئاتر، انجمن‌های ادبی توانمند، پاتوق‌های فرهنگی معتبر، احزاب سیاسی و مسقط الرأس رمان تاریخی ایران و دوایر هنرهای تجسمی و مستظرفه با هنرمندانی برجسته بوده و هست و با بالاترین مرغوبیت در صنایع دستی، فرش، گلیم، قلمزنی، چرم و نمد، خوشنویسانی فرازمند، نقاشانی توانمند و نوازندگانی چیره دست داشته و دارد. و اما پایان این پیشینه معتبر و زمینه و ظرفیت پهناور فرهنگی به سبب 57 سال رکود در دوران سلطنت پهلوی و 8 سال جنگ تحمیلی و عوارض مسائل بعدی و بعد از اون سالها از لحاظ خدمات و تأسیسات و حرکات فرهنگی کرمانشاه کاستی های فرهنگی فراوان دارد. ما اگرچه در طی این 30 سال با تمام معضلاتی که داشته ایم از زمین دوران پهلوی به آسمان رسیده ایم، اما تا که کشان شأن کرمانشاه فاصله فراوان داریم. در پایان به این دو شعر کردی به حضورتان متوسل می شوم و شما حضرت عالی را مخاطب قرار می دهم: یا علی هاوار وقت تنگ من، لیراوی پرده شو زنگ من، هنیم زانی آقای تری هست تا دامان او بگیرم به دست. بار دیگر ورود شما را به این سرزمین خیر مقدم عرض می کنم.